کیس بده. اوکی. فکر کنم مکبریس درست شده لایو آمدیم. اوکی میریم شروع میکنیم. فقط یک چند لحظه دیگه منتظر میشیم که یک سین زیادتر شد و بعضی دوستا یا هستن که کم دیرتر شد از خاطر یک چند لحظه برشان صبر میکنیم. سلام انشالله. سلام وقت شما بخیر. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین با اعضای خانواده محترم، همچنین مسئولین محترم. مزمل حمیدزاده هستم، رئیس شرکت خدمات مشاورتی و تحصیلی گلوبال در خدمت شما در افغانستان و همچنین همکار ما آقای عبدالنصیر اکبری در بخش سینیر ادمیشنز افیسر با ما همکار هستند و همراه ما پیش میرن. ما امروز موضوع جلسه ما و موضوع لایو آمده ما قسمی که بر شما معلوم است در مورد پروسه ثبت نام، پانتون‌ها، پروسه ویزه تحصیلی و زندگی مسئله در فرانسه هست. و همچنین بعضی بخش‌هایی است که ما می‌خوام با شما صحبت داشته باشم و بعضی بخش‌هایی هستند که همکار ما آقای عبدالنصیر اکبری هم با شما صحبت خواهد کرد نمودن. فقط ما پیشنهاد برای همگی شما دارم که هر سوالی که دارید شما میتونید در کامنت بنویسید. ما کامنت‌های شما را درست‌تر می‌خوانیم، جواب میدیم و دقیق‌تر می‌خوانیم. البته وقت برش میمونیم در جریان برنامه‌ای که ما صحبت می‌کنیم، در جریان موضوعاتی که بر شما معلومات داده میشه، بسیاری از سوالات شما حل میشه و همچنین در بین سیژن ما کامنت های شما را همگی به خوانش میگیریم و همچنین دانه دانه بر شما ریسپانس میکنیم. تشکر از اینکه با ما میباشید تا آخر برنامه. موضوع اصلی برنامه ما بالای چی هست؟ هدف ما امروز چرا لایو باید آمدیم و قسمی که ما در پیشتر از این با شما اعلانات گذاشته بودیم در خود سوشال میدیا که ما آناونس کردیم در رابطه با پروسس طی مراحل اسناد شماست که چگونه شما میتونید که شروع بکنین، از کدام قدم باید شروع بکنین، کدام اسناد باید داشته باشین و همچنین چگونه میتونید به سفارت برین، با کدام جای مراجعه بکنین، سفارت در کجا موقعیت داره، پیش از سفارت رفتن باید کدام نکات شما باید مد نظر داشته باشین. از این لحاظ تمام موضوعات اصلی ما سر از امی گنجانیده شده که بتونید برای شما مسئولین عزیز درست‌تر خدمت برسانیم و همچنین معلومات که شما درباره‌اش زیادتر کوشش دارین که دریافت کنین در این برنامه بر شما داده شود. میایم از جای شروع میکنیم که اسناد مورد ضرورت چی است. یک شخص میخواد که ما در فرانسه است، همگی میگه ما درس میخوام بخونم. در قدم اول باید از خود شخص باید از چگونه باشه، چگونه پروفایل داشته باشه که بتونه به فرانسه اپلای بکنه و پروسس اپلیکیشن خود را پیش بره. حداقل یک شخص پاسپورت داشته باشه که حداقل 1 سال وقت داشته باشه پاسپورتشون. و همچنین شهادتنامه، کسایی که بر لیسانس میخواین اپلای بکنن فارغ از اینکه 12 البته که شهادتنامه داشته باشن و تا پی وزارت خارجه در شهادتنامهشون موجود باشه اونا میتونن اپلای بکنن. و کسایی که اسناد تحصیلی لیسانس دارن، البته از پانتون فارغ شدن محصلین ما، اونا میتونن که دیپلم و ترانسکریپت خود را وزارت خارجه تایید نموده و برای یکی از رشته‌های ماستری درخواست اپلیکیشن خود را بتن و پیش برن. و بعضی دوستا یا میتونن نمی مورد که تمامش گنجانیدن با یک استیتمنت بانکی هم ضرورت میشه که استیتمنت بانکی میتونه از هر کس باشه، اکسپتیبل هست، اکسپتش میکنن، ولی اون شخص باید یک سند است به نام اسپانسرشیپ لیتر که شما میتونید توسط گوگل یا توسط چت جی پی تی، همچنین با کمک چت جی پی تی یک فرمت برای خود جور بکنید و او را کسی که شما را اسپانسر میکنه اونا رو برشان بگین که با امضا و شست بکنن که در اون نوشته باشه که مثلا احمد ولد محمود به این رشته تحصیلی اپلای کردن و میخواد که در این پانتون درس بخونه به کشور فرانسه و تمام مصارفات زندگی و فیس پانتونشون ما به عهده دارم و از این استیتمنت بانکی خود که حداقل فعلا 15000 یورو درش موجود هست ما اینا را اسپانسر میکنم تا مدت چند سال که اینا درس میخوانن در فرانسه. به این شیوه شما میتونید که اسناد مورد نیاز خود را تهیه بکنید و بعد از با پانتون فرانسه شروع به اپلیکیشن پروسس بکنید.
چگونه میتونن اپلای بکنین؟ میایم در مورد پروسه ثبت نام شما. ببینید در افغانستان فعلا مسئولین ما از چندین گزینه ها میتونن استفاده بکنن. شما میتونن یک کامپیوتر دارین با خود، لپتاپ دارین و همچنین یک موبایل که دو اینترنت کار میکنه. شما میتونید اما اسناد مورد ذات خود را جمع آوری کرده در گوگل ریسرچ بکنین study in France universities یا private universities in France. شما میتونید که از طریق گوگل با کمک گوگل ریسرچ بکنین و بعد پانتونای خیلی بر شما باز میشه. این پانتون ها رو وبسایتش دانه میتونید چک بکنین. در داخل وبسایتشون هم ریکوایرمنت هم موضوعاتشون نوشته میشه. دوم صورت شما میتونید کسایی که در فرانسه موجود، مثلا برادر شما است، خواهر شما است و یکی از اقارب شما است، با کمک از اونا رو میتونید که برشون بگین که یک از پانتون ها مراجعه بکنن و بر شما یک سند داخله در بگیرن و شما می اسناد مورد ضرورت خود را بر اونا توسط ایمیل و یا توسط واتساپ روان بکنید. سوم آپشن این است که فعلا شرکت تحصیلی گلوبال در افغانستان فعالیت داره. مسئولینی که در این عرصه مشکل داره نمیتونه که پروسس اپلیکیشن خود را خودش انجام بده، از این لحاظ باز میایم به شرکت های تحصیلی مراجعه میکنن که شرکت تحصیلی گلوبال همچنین کار را فعلا انجام میده. کسایی که نمیتونه خودشان با اپلیکیشن خود پروسس بکنن، ما یک مقدار فیس از بالی از همه شاگردان میگیریم و همین پروسه را بر جای خود استودنتس ما پیش میبریم. و همچنین یک موضوع دیگر را بر شما یادآوری بکنم که فعلا ما با بسیاری از پانتون‌های فرانسه قرارداد رسمی کردیم که با اونا ما سالانه شاگردان را معرفی میکنیم. یکی از نمایندگی انحصاری در افغانستان فعلا ما موفقانه کار میکنیم و همگی پانتون‌های از فرانسه که هستن پانتون‌های شخصی با ما کار نمیکنن، ولی اکثرا پانتون‌هایی که فعلا زیادتر محصولین بین‌المللی میپذیرن، بله یکی از نمایندگیشان در افغانستان شرکت تحصیلی گلوبال میباشه. پیش از اینکه شما بخواید این اپلیکیشن را پروسس کنیم، بیاین سر بعضی نکات یاشان صحبت میکنیم. کدام نکات باید در اسناد موجود باشه که هر شخص میتونه ما اسناد رو داشته باشه یا خیر. شما خود تمام اسناد تحصیلی خود را روی میز بگذارین و یاد ببینید که در اون چی مشکلات وجود داره. فیصدی شما کم است، وقفه تحصیلی دارین، انگلیسی نمیفهمین. یکی از مشکلات می باشه که اکثرا مسئولین ما امرش مواجه میشن. چگونه بتونین این مشکلات خود را حل بکنین؟ این هم یک سوال از بالای برای همگی مسئولین که فعلا همین کار خود را انجام میدن. شما ببینید اگر مثلا 4 سال یا 5 سال وقفه تحصیلی از شهادتنامه دارید که بخواید لیسانس بخونید، این هیچ گونه مشکل را خلق نمیکنه. اما اگر 5 سال وقفه تحصیلی زیادتر شده و شما هنوز هم میخواین که لیسانس بخونید، باز برزی نباید این پروسس پیش برید. بخاطر اینکه بر شما خامخا خودش یک پوینت است که چرا یک شخص 4 سال 5 سال درس نخوانده و بعد از آمده. در جریان 3 سال 4 سال معمولا این نرمال است، همگی استودنتس می داشته باشن وقفه تحصیلی. باز اینا به خاطر مثلا اگر 1 سال یا 2 سال وقفه تحصیلی دارن، اینا میتونن یگان لیترای جور بکنن که من انترنشیپ کار کردم به یکی از ریلیت بر رشتهشان که الان فعلا اپلای میکنم، مثلا بی بی اس یکی از بخشای فایننس یا یکی از بخشای ادمنستراتیو. ما انترنشیپ کار کردیم با مدت 1 سال با این یک شرکت و از انترنشیپ کار کردیم و یا مثلا آیلتس یا توفل ما پروپریشن کار کردیم، چون به لحاظ از اینکه من میخوایم استادی ابراد بکنم و یک نوع پروپریشن برام است، آمادگی است بخاطر استادی ابراد. توسط از این لیترها شما میتونید که وقفه تحصیلی را مکمل کاور بکنید. اگر فیصدی شما بسیار داون است از 65%، باز این هم یک سوال برانگیز است و شما بر فرانسه درخواست ندهید. میتونید یگان کشورهای آسیایی انتخاب بکنید، در اونجا لیسانس بگیرید، بعد از با ماستری اپلای بکنید به کشورهای اروپایی. میایم در بعضی ترنینگ هایی که آماده شما میشین چگونه استادی ابراد شما میتونید یوتیوب باز بکنید، اینترویو نشون میکنید سامپل فور استادی ویزا فرانس. شما بسیار آسانی میتونید که اینترویو هایی را ببینید در یوتیوب که مسئولین رفتن در سفارت و یا در کانتون ها امتحان دادن، پاس شدن و اونا هم به این شکل پیش رفتن. شما هم میتونید که این اینترویو ها را از پیشان سامپل بگیرید، خود شما کار بکنید روزانه و ضرورت بکنم شرکت تحصیلی هم بر شما نمی باشه. ولی اگر مثلا در این موضوعات مشکلاتی که پای خلق میشه و نمیتونید نمی پروسه، شما میتونید شرکت تحصیلی گلوبال انتخاب بکنید به بسیار آسانی و شرکت ما هم روزا باز میباشه ساعت 9 الی 5 دیگه. شما هم روزا میتونید بیاین، مشاورین ما هستن به طور رایگان براتون مشوره میدن، همین چون چیزا را تمامش پروفایل شما را چک میکنن، ببینن آیا اگر شما الیجیبل بودین بله شما را برای پروسه فرانسه درخواست شما را اکسپت میکنن. و میایم سر مصارف فیسای پانتون شما که چقدر هست. درباره از این صحبت اگر بکنیم،
شما یک از پانتون ها رو انتخاب بکنین. پانتون ها معمولا جنرال اگر در باش صحبت کنیم سالانه مصارف فیس پانتون لیسانس حداقل 8000 یورو یا 9000 یورو می باشه. و اگر بگیم با فرض به خاطر ماستری، زیادتر کسایی که فرانسه رو انتخاب میکنن به خاطر ماستری او کسایی هستن که رشته تجارت خواندن و رشته ام بی ای زیادتر اویلیبل هست نسبت به دیگر رشته ها. رشته های دیگر هم هست ولی نظر به انالیز فیصدی ام بی ای بسیار زیاد بلند می باشه. ماستر اف بزنس ادمنستریشن در این رشته بسیار زیاد می باشه. یعنی هر پانتون که شما اگر در فرانسه بخواید وبسایت رو چک بکنید این رشته اویلیبل هست. ولی اکثر شما مثلا انجینیرینگ خواندین یا رشته دیگر خواندین اینا میتونین که پیدا بکنید در کشور فرانسه موجود می باشه. بسیاری از پانتون ها فعلا این رشته های دیگر هم نیز دارن ولی ریسرچ کم نیاز داره که شما وقت برش ضایع بسازین و کم ریسرچ رو بارش بکنین حتما رشته تحصیلی شما پیدا میشه. میایم در اخذ داخله شما از پانتون که چگونه می داخله اخذ میشه. شما زمانی که کسایی که یک موضوع بسیار زیاد ببخشید که ما فراموش میشد، کسایی که لیسانس هستن و اونا اشخاص میخواین ماستری اپلای بکنن وقفه تحصیلیشان چقدر که زیاد می باشه، اگر وقفه تحصیلیشان زیاد است مثلا 7 سال است 8 سال است یا 5 سال است در رشته تحصیلی خود اگر کار کردن هیچ برشان مشکل وجود نمی داشته باشه. شما میتونید برشان آزادانه بگین بله من این مسلک خواندم 4 سال و رفتم وظیفه انجام دادم 5 سال بعد آمدم آل نیاز برای دارم که ماستری بگیرم چون ما آینده های خود را میخوایم روشن میبینیم در یک از شرکت های برند جهانی مثلا شرکت های اپل است، نتفلیکس است، این رشته هاست، من این کمپانی هاست من میخوایم کار بکنم و نیاز به ماستری دارم. از این خاطر آمدیم ماستری میخوانم. این بسیار کور خوب میشه و همچنان بسیار ریلکسیبل شما جواب یک اگر سفارت باشه و یک اسپانسر باشه ریلکسیبل شما جوابش میدین. میایم سر موضوع داخلی شما. رشته تحصیلی شما را هم صحبت دربارش کردیم. داخلی شما که چگونه پروسس میشه و شما چگونه میتونید داخله بگیرین. امی اسنادا را که تمام شد و پانتون روان کردین، رشته تحصیلی خود را پیدا کردین، بعداً پانتون بر شما در مدت چند روز پس دوباره ایمیل بر شما میکنن. در ایمیل شما نوشته می باشه که شما در این زمان در این تایم شما از طرف پانتون یک اینترویو میشین، اسسمنت میشه و شما حاضر باید از باشین در پشت کامپیوتر شما آنلاین اینترویو را میدین. بعداً یک از اشخاص خود کسایی که در پانتون کارمند هستن اونا میان امروز با شما اینترویو میکنن. در حالت اینترویو در وقت اینترویو بسیاری از سوالات پرسان میشه. بله اونا میخواین چی را چکینگ کنن، میخواین شما را ببینن که آیا این شخص واقعا میخواد بیاید در پانتون ما درس بخونه و یا کدام نگاه دیگه داره و یا کدام موضوع دیگه داره که از این میخواد استفاده بکنه از این طریق و به او برسه. شما مثلا با او حالت که میخواین مواجه میشین با شما پروپریشن آمادگی بگیرین. مثلا پانتون ریسرچ بکنین درباره فیسش، در بازی خود پانتون چی وقت فاند شده، این پانتون چی وقت استابلیش شده، در کدام شهر است و درباره فرانسه اطمینان حاصل بکنین که فرانسه چقدر شهرها داره او را باید از یاد داشته باشین. مرزهایی که از کشور فرانسه چی هست، یعنی همسایگان کشور فرانسه چی است و علت اصلی که چرا شما فرانسه را انتخاب کردین و امی پانتون که فعلا شما اپلای کردین این چرا انتخاب کردین. این بالاترین چانس می باشه که شما در اینترویو پانتون اکسپت میشین. کی سوال از پیش شما حتما میکنن که چرا پانتون ما انتخاب کردین و چرا فرانسه انتخاب کردین. این موضوع بالاترین موضوعشان می باشه و بعد سوالات دیگه باریک می باشه که از بین صحبت های شما بعد سوالات پیدا میشه. شما باید از برزو آماده باشین. کلیرلی درباره همه چیز صحبت بکنید. هر چیز که هست میتونید امروز آزاده صحبت بکنید. میبینید و یک تریک دیگه هم بر شما میخوایم که بیان بکنم. شما در عین زمان و پروسستان به یک از پانتون ها فوکس نبکنید چون وقت شما زیاد اضافه باز هدر میره. شما در زمانی که اپلای میکنید برای فرانسه با یک 4 یا 5 پانتون ها مثلا شما اپلای بکنید. باز تمام 4 پانتون ها را آمادگیش بگیرید اینترویو خامخا یکیش شما حتما اکسپت میشه. این بود پروسه بود که من بر شما تعریف کردم که چگونه میتونید با پانتون فرانسه اقدام کنید. میایم سر یک موضوع دیگه. بعد از اینکه شما اینترویو را اکسپت شدین شما چی دریافت میکنید؟ شما از طرف پانتون فرانسه یک سند آفر لتر، یک سند پیشنهاد دریافت میکنید که در اون سند نوشته می باشه که ما شما را اکسپت کردیم نظر به اسسمنت، نظر به همچنان تمام اسنادهای شما که بر ما آمد رسید شده و بر شما پیشنهاد میکنیم که فیس ما تقریبا 8000 یورو است و از جمله 8000 یورو شما باید از حداقل 3000
بعضی پانتون ها 4000 و بعضی پانتون ها تا 5000 از پیش شما درخواست میکنن که به پانتون روان بکنید. در اجماع این پیشنهاد اگر شما میخواین اکسپت بکنین، شما باید از همین مقدار پول 3 تا 5000 کس در اکانت یونیورسیتی ترانسفر بکنید. بسیار نکته باری که اینجا متوجه باشین که شما اگر زمانی که اپلای کردین پانتون ها ببینید که اکانت بانکی خود کمپانی یعنی از خود پانتون روان کرده باشن. بسیاری وبسایت ها از فعلا در جهان که از این پانتون کار میکنن و زمانی که از شما درخواست پول میکنن اونا در اکانت شخصی خود میخوان، او را هیچ وقت اکسپت نمیکنید چون فیک میباشه و همچنان پول شما هدر میره. بسیاری از محصولینی که خودش اپلای میکنه و پروسس خود را انجام میده با این مشکلات همیشه مواجه میشه. از این لحاظ شما ببینید که با پانتون که اپلای کردین اما نام پانتون کدام نام است، اکانت بانکیشان هم سیم باید از باشه. باز با این لحاظ هیچ وقت فیکس نمیتونه شده بازی موضوع. در او روان بکنین وقتی که اکانت بانکی را دیدین که به نام خود پانتون بود، باز این درست است، شما میتونید آزادانه پول روان بکنین. و همچنین یک موضوع دیگر در آفر لترتون متوجه باشین که نوشته باشه که در صورتی که ویزه شما از طرف سفارت ریجکت میشه باید از فیس شما را دوباره پانتون روان بکنه. این در سند پیشنهاد که بر شما در آفر لتر یعنی آمده باید از این ذکر باشه. در غیر از این پانتون ها باز فیس شما را روان نمیکنه. این نکات متوجه باشین در جریان ثبت نام اینا. و وقتی که شما پول روان کردین در اکانت پانتون چقدر که اونا از پیش شما درخواست کرده بود، باز اونا بر شما یک فاینال اکسپتنس لتر میدن که این فاینال اکسپتنس لتر بسیاری از موضوعات است که شما را اکسپت کرده و بعد از او با شما میتونید توسط از این فاینال اکسپتنس لتر با سفارت مراجعه بکنید و درخواست ویزا بدین. میایم سر یک موضوع که چگونه پروسس ویزا را انجام میتونید کرده بدین. مثلا شما همه چیز اوکی است، بله تمام اسناد شد، با پانتون ثبت نام کردین، داخل ریسیو کردین، حالا میتونید نوبت ویزا رسیدن. که از همکار ما آقای عبدالنصیر اکبری فقط خواهش میکنم که درباره موضوع پروسس ویزای محصلین که چگونه است در فرانسه پیش میره اونا امروز شما صحبت داشته باشن. تشکر بازم یک جان. تشکر امزا صاحب. سلام، وقت همه دوستا بخیر. بخصوص علاقمندان تحصیل در کشور فرانسه، یکی از موضوعات خیلی اساسی و مهمه که این روزا محصلین در فرانسه به مشکل برخوردن مشکلات دارن بحث پروسس ویزا پروسس است. فرانسه کشوری است که ویزا پروسس متفاوت با دیگر کشورها داره، یک پروسیجر متفاوت‌تر داره. به خاطر دقت بیشتر، وقت بیشتر نیاز داره که محصلین رو مد نظر باید داشته باشه. یکی از موضوعات خیلی مهم در بحث ویزا پروسس بخصوص ویزای تحصیلی کشور فرانسه بحث کمپاس فرانس است. اکثرا محصلینی که علاقمند تحصیل در فرانسه است حتما آشنایی با کمپاس فرانس دارند. من فقط کوتاه میخوایم راجع به کمپاس فرانس براتون معلومات بدم که کمپاس فرانس چی است، به چی اساس ایجاد شده. کمپاس فرانس یک نهاد است که از طرف دولت فرانسه ایجاد شده به متقاضیان تحصیل و اینترنشنال استودنت که تقاضای تحصیل در فرانسه را داره، به منظور سهولت بیشتر این نهاد ایجاد شده و این نهاد تسهیل میکنه روند پروسس ویزه تحصیلی را برای محصلین. وظیفه کمپاس فرانس ای است که شما از طریق کمپاس فرانس دو مسیر دو طریق میتونید شما کار کنید. یکی که شما مستقیما از طریق کمپاس فرانس میتونید با پانتون ادمیشن بگیرید، مستقیما اکانت شما جور میکنید، پانتون تان انتخاب میکنید و قسم که امضا صاحب در ابتدا گفت میتونید از طریق کمپاس فرانس در ابتدا شما پروسس کنید و ادمیشن تان بگیرید از طریق پورتال کمپاس فرانس. یک تعداد محصلین دیگه است که مستقیما از خود پانتون از طریق پورتال پانتون پروسس میکنن اپلیکیشن های خود که بعد از اون که اکسپتنس لیتر خود از طرف پانتون دریافت میکنن و پیمنت خود انجام میدن، مرحله بعدی من اینا با کمپاس فرانس اکانت ایجاد میکنن و درخواست خود برای کمپاس فرانس ارسال میکنن. هدف اصلی کمپاس فرانس چی است؟ به چی خاطر ایجاد شده؟ هدف اصلی کمپاس فرانس به این خاطر ایجاد شده که متقاضیان ارزیابی کنند که آیا اینا واجد شرایط تحصیل در فرانسه هستن یا نیستن. آیا پانتون را که اینا انتخاب کردن پانتون قابل قبول دولت فرانسه هست یا نیست، راجستر در دولت فرانسه هست یا نیست. آیا رشته را که اینا انتخاب کردن و ادمیشن برشان داده با پروفایل این نفر صدق میکنن نمیکنن، آیا رشتهش راجستر شده در فرانسه هست یا نیست. این یک چالش خیلی اساسی و خیلی متقاضی است که خودشان اپلای میکنن باید خیلی متوجه باشن که پانتون را که انتخاب کردن و قبل از اینکه فیس خود پروسس کردن باید این مسائل را به طور اساسی چک کنن که آیا پانتونشان ثبت و راجستر در فرانسه هست نیست و رشته را که میخوان آیا اجازه فعالیت این رشته رو پانتون داره یا نداره.
در صورتی که این مسائل نباشه کمپاس فرانس فایل شما را متاسفانه ریجکت میکنه. وقتی شما اکسپت میشدین از طریق مستقیم از طریق پورتال یونیورسیتی شما پروسس کردین و فاینال اکسپتنس تان دادین و پیمنت تان انجام دادین، میایین در کمپاس فرانس. کمپاس فرانس شما اکانت ایجاد میکنین، کرییت میکنین و تمام معلومات و اطلاعات شخصی، چیزی که بک‌گراند تحصیلی و کاری دارین، کمپاس فرانس از شما در اینجا میخواد از به شما با شمول اسنادی که شما تایید میکنه که از طرف پانتون قبول شدین و فیستان پرداخت کردین. وقتی شما این اسناد را تسلیم میکنین، البته این تمام پروسه آنلاین میشه، از طریق آنلاین صورت میگیره و بیشترین زمان را که پروسس انجام میشه بین 1 الی 3 ماه در بر میگیره معمولا. ولی هر کمپاس فرانس هر کشور پروسیجرش فرق میکنه. زیادتر کشورهایی که رش از محصلین زیاد است، حتی زیادتر از 3 ماه هم در بر میگیره. به اون خاطر خود کمپاس فرانس ریکامند میکنه که حداقل 3 ماه پیش از استارت درسایتان شما فایلتون به کمپاس فرانس تسلیم کنین. کمپاس فرانس به شما تایید کنه فایل شما. شما وقتی فایلتون به کمپاس فرانس تسلیم میکنین، کمپاس فرانس فایلتون ریسیو میکنه، ریویو نمیکنه. تا زمان فایل شما ریویو نمیکنه که شما هزینه کمپاس فرانس پرداخت نکنین برشون. با شما کمپاس فرانس ایمیل میکنه که هزینه‌اش بر شما باید پرداخت کنید که در هر کشور هزینه‌اش متفاوت است. شما در پاکستان مثلا چیز در حدود 90 یورو پرداخت میکنین، ولی در ایران 250 یورو برش پرداخت میکنین. وقتی که فایل پرداخت کردین با کمپاس فرانس، پیمنتش پرداخت کردین با کمپاس فرانس، بعد از اون کمپاس فرانس فایل شما را ریویو میکنه و این جریان در صورتی که پانتون تان مشکل داشته باشه و شما ایمیل میکنه که پانتون تان مشکل داره، رشته تان مشکل داره، اسناد تحصیلی تان مشکل داره، این اسناد این مسائل شما میتونین که اصلاح بسازین. و خیلی کمپاس فرانس ها در کشورها پروسیجرهاش متفاوت است. خیلی کشورها از پیش شما پیش از اینکه فایلتان تایید کنه شما را دعوت به اینترویو میکنه. در بعضی کشورها اینترویو را آنلاین از پیش شما میگیره، ولی بعضی کشورها که از اینترویو فیزیکی شما را میخواد به اون کشور، در اون کشوری که شما پروسس کمپاس فرانس انتخاب کنید. مثلا ایران شما میرین اونجا کمپاس فرانس اینترویوش انجام میدین که معمولا اینترویو کمپاس فرانس اون فایل را که شما اپلود کردین از اون شما باید دفاع کنین. یعنی یک بخش خیلی مهم است. یعنی در صورتی که شما اینترویو کمپاس با موفقیت سپری میکنین، اینترویو سفارت بسیار ساده و آسان میباشه. وقتی شما را کمپاس تایید کرد، یعنی یک بخش صلاحیت تحصیلی، ویزه تحصیلی را سفارت داده به کمپاس. وقتی شما را کمپاس تایید کرد، دیگه مسائل سفارت از پیش شما پرسان نمیکنه که به این پانتون چرا شما درخواست دادین، گذشته شما را زیاد سر شما فوکس نمیکنه. فقط شرایط مهمه در اون حالت سفارت از پیش شما پرسان میکنه چرا فرانسه را انتخاب کردین و اسپانسر شما کی است، پلان تحصیلی بعد از اینکه فارغ میشین چی است. این موارد در بحث کمپاس است که شما خیلی مسئولین باید مد نظر بگیرن و خیلی مسئولین افغانی که خودشان پروسس کردن متاسفانه با مشکلی که برخوردن روزانه مراجعه میکنن به دفتر ما. است کمپاس فرانس فایلش را ولیدیت نمیکنه متاسفانه. ببینید این یک مشکل خیلی اساسی است که به دلیل اینکه کمپاس فرانس در هر کشور متفاوت است و به مو دلیل اینجا همکارای ما که از تیم بخش ویزا پروسسینگ که ما داریم، ما کمپاس های را برای شاگردان پیشنهاد میکنیم که زودتر پروسس میشه و سهولت میباشه به شاگردای افغان. با اون منظور پیش از اینکه شما کشور را انتخاب کنید به خاطر ویزا پروسس و کمپاس فرانس باید تحقیق خوب انجام بدین، معلومات کاملتان بگیرین، بعد از اون درخواستتان برای کمپاس فرانس بدین که من معمولا گفتم بین 1 الی 3 ماه در بر میگیره و شما کمپاس فرانس فایلتون رو ریویو کنه. بعضی که کمپاس فرانس اینترویو گرفت و ریزالت خود گرفت از پیش شما، فیدبک از پیش شما گرفت، فایل شما را دو حالت رخ میده، یا فایل شما را تایید میکنه یا به شما میگه که شما واجد شرایط تحصیل بنابراین دلایل نیستین، فایل شما را در این مرحله کمپاس فرانس حق داره کرد کنه. در صورتی که فایل شما تایید میشه، شما به شما خود کمپاس گایدلاین میده که شما فعلا آماده هستین، میتونین وقت ملاقات از سفارت فرانسه که در هر کشور متفاوت میباشه، کشورهاش فرق میکنه، نظر به اون کشور که است، شما میتونین درخواست به خاطر وقت ملاقات بدین. گرفتن وقت ملاقات هزار کشور متفاوت میباشه و یک چیزی که به خاطر گرفتن وقت ملاقات خیلی مهم، ضروری و نیاز هر کس است، فایلی که کمپاس فرانس شما رو تایید کرده و سرتیفیکیتی که به شما داده و همراه با پیمنتش. یک نکته خیلی اساسی وقتی شما مسئولینی که پیمنت خود به کمپاس فرانس پرداخت میکنن، کوشش کنین که اون فایل اورجینال پیمنت اگر کش در بانک پرداخت کردین با خود داشته باشین، چون اون وقت در مرحله سفارت که میرین از پیشتون فایل اورجینال میخواد. پس فایل اورجینال هر کس از دوستاتون براتون پرداخت میکنه یا خودتون پیشتون نگاه داشته باشین و پیشتون باشه.
و همچنان خود کمپاس فرانس وقتی پیمنت تان تایید میکنه به شما یک سرتیفیکیت میده که پیمنت شما ریسیو شده. وقتی شما به خاطر اپاینتمنت مراجعه میکنین هم سرتیفیکیتی که شما را اکسپت کرده کمپاس فرانس و هم پیمنت تان که اکسپت کرده از پیشتان میخواد. این دو فایل که خاص به شما هزینه اپاینتمنت به هر کشور متفاوت است. مثلا در پاکستان چیزی در حدود 8 یورو از پیش شما میگیره و به شما اپاینتمنت میده. وقتی که اپاینتمنت میده معمولا اپاینتمنت بازم گفتم از هر کشور فرق میکنه. معمولا بین 3 روز، 4 روز، 5 روز، یک هفته تا 10 روز و 15 روز هم در بر میگیره. هر کشور هر رجن متفاوت است. با شما اپاینتمنت ست میشه و اپاینتمنت ورق اپاینتمنت میده. شما پیش از اینکه طرف سفارت برین شما باید یک چک لیست از خود داشته باشین که چی چیزا رو با خود داشته باشین. خیلی اسناد که خیلی مهم و ضروری است که با خود داشته باشین از شما پرسان میکنه. یکی ویزا فرم است. یعنی پیش از اینکه شما طرف سفارت برین اینترویو براتون ست شود، شما ویزا فرمتون که وبسایت دارن به نام ویزا فرانس، در اونجا باید ویزا فرمتون خانه پوری کنین، تمام معلوماتتون کامل. البته این پروسه رو میتونین 3 روز قبل از اینترویوتون باید آنلاین سابمیت شود برای سفارت، آنلاین باید سابمیت شود. و فرم ویزا فرمتون وقتی سابمیت میکنین بس پرینت میشه، عکستون در او چسبانده میشه، با خود می داشته باشین. بانک استیتمنتتون با خود داشته باشین که خیلی مسئله در بخش بانک استیتمنت این روزا مشکل می داشته باشه. کوشش کنین که بانک استیتمنتتون اورجینال باشه. بانک استیتمنتتون حداقل بین 3 تا 6 ماه باید باشه. اگر از اسپانسر استفاده میکنین تمام معلومات اسپانسرتون باشه. تمام معلوماتی که شو کنه و شما انکمتون پروف شود، یعنی این پول از کجا اسپانسر یا خودتان انجام دادین، از قبیل از اینکه شما وظیفه دارین اچ آر لیترتان باشه یا حتی کاپی سلپ پیمنتتان اگه کش دریافت کنین یا از بانک پرداخت شده او با خودتان باشه. این کلا سپورتینگ داکومنت است که شما می داشته باشین و همچنان فایلتان که ولیدیت شده توسط کمپاس فرانس با خود می داشته باشین. با شمول تماما اسناد تحصیلی و سی وی تان با خود می داشته باشین. وقتی شما روزی که بر شما تعیین شده و سفارت مراجعه میکنین در اونجا فایلاتون از پیشتون تسلیم میشن و همچنان شما وارد مرحله بایومتریک میشین، از شما بایومتریک میگیرن و همچنان 50 یورو از پیش شما. هر سفارت هر کشور متفاوت است، فرق میکنه. بعض سفارت ها آنلاین میشه شما پرداخت کنین ولی بعض سفارت ها در روز اینترویو از پیش شما کش پرداخت میکنه، کش میگیره. وقتی اسناداتون تسلیم کردین شما از پیش شما در صورتی که قبلا کمپاس فرانس اینترویو گرفته باشه خب بسیار خوب، از شما سفارت بسیار یک اینترویو خلاص از پیش شما در این حالت میگیره. ولی اگه کمپاس قبلا از پیش شما اینترویو نگرفته باشه در این حالت هم کمپاس اینترویو کمپاس از پیشتان در این حالت سفارت میگیره از پیشتان و هم اینترویوی که مربوط خود سفارت میشه که یک اینترویو بسیار خوب میباشه. کوشش کنین نکاتی که در اینترویو شما مراعات میکنین مد نظر می داشته باشین. خیلی نکته اساسی که برای سفارت خیلی مهم است فیوچر پلانتون است. شما چرا فرانسه را انتخاب کردین، چرا این رشته را انتخاب کردین و بعد از اینکه درستان اتمام میرسه چی میکنین؟ این سوالایی است که با هم ارتباط می داشته باشه. شما باید یک سناریوی ریال استفاده کنین. خیلی دوستا و خیلی مسئولین این روزا از تکنولوژی استفاده میکنن و از چت جی پی تی استفاده میکنن، یک سناریو براشون جور میکنن ولی متاسفانه او سناریو را اینا درست دیسکرایب کردن نمیتونن در روز اینترویو خود. سفارت خیلی ریجکشن های که امروز کمن است عام است که ریجکت میکنن. یکی از دلایل عمومی ای است که ویزا افسر در جریان اینترویو از متقاضی میفهمد، درک میکنه که متقاضی بغیر از تحصیل پلان مهاجرت داره. وقتی که ویزا افسر این مسئله را درک کنه یکی از دلایل عمده از این است که شما را ویزیتون ریجکت میخوره. پس چی شما را کمک میکنه؟ اونمون سوالایی که شما چرا فرانسه را انتخاب کردین، چرا این رشته را انتخاب کردین و فیوچر پلانتون چی هست. اینی سوالا قسم جواب داده شود و قسم طراحی شود که با هم دیگر ارتباط مستقیم برقرار کنه. در این حالت فایلتون یک دوسیه‌تون خیلی دوسیه مکمل می باشه، یک دوسیه خیلی خوب می باشه و بر علاوه از اینکه شما ما از یادم نرم براتون بگم خیلی نکته اساسی مهم است. وقتی شما ویزا فرمتون خانه پوری میکنین با شما یک چک لیست خودش هم میده که این اسنادا رو همراهتون داشته باشین. خیلی نکته مهم اساسی را که مسئولین که خودشون میخواین اپلای کنن بحث اکومودیشن است که مد نظر میگیرن که ما چه قسم اکومودیشن خود پروسس کنیم. اکومودیشن های خیلی زیاد است. کوشش کنین اما یونیورسیتی که اپلای کردین از او کمک بخواین، خیلی براتون کمک میکنه در این بخش. خیلی کمک میکنه در این بخش که شما را یونیورسیتی
در پیدا کردن اکومودیشن شما یک جای یک محل خیلی خوبتر دریافت کنین و به شما اکومودیشن خوبتر میده و کوشش کنین اکومودیشن های با اعتبار استفاده کنین، چون در خیلی موارد سفارت میخواد را چک کنه و اگر اکومودیشن تان قابل اعتبار نباشه یکی از دلایل میتونه باشه که ویزه شما ریجکت شود. و همچنان انشورنسی که شما نیاز دارین، انشورنس تان قبل از اینکه طرف سفارت میرین این دو فایل با خود میتونین داشته باشین و اسناد مکمل به سفارت تسلیم کنین. قبل از اینکه اسنادتان به سفارت تسلیم میکنین چک لیستتان آماده کنین، مطابق از او اسنادتان آماده کنین و میتونین فایل کنین، فایل مکمل و با آمادگی کامل میتونین به سفارت تسلیم کنین. بعد از اینکه تسلیم میکنین اینترویوتان تمام میشه، معمولا خوبی فرانسوی است که ریزالت بسیار زود میگه، در جریان 1 الی 2 هفته نتیجه تان معلوم میشه. ولی باز هم گفتم با کنتری که شما اپلای کردین، در سفارتی که اپلای کردین فرق میکنه، ولی معمولا بین 1 الی 2 هفته نتیجهش معلوم میشه و به شما میگه که آیا شما واجد شرایط بودین به شما ویزا میده یا نمیده. در صورتی که ویزا گرفتین، خوبی فرانسوی است که ویزا تایپ دی میده، 1 ساله است و مولتیپل انتری داره. شما یعنی یک بار داخل خاک فرانسه شدین به شما اجازه را میده که شما در تمام کشورهای عضو شنگن راحت سفر کنید و تایم ویزیتان 1 ساله می باشد. تشکر از همه دوستا. در صورتی که سوال می داشته باشین مشخصا ما و حمیدزاده صاحب در خدمت هستیم، میتونیم سوالاتتان را پاسخ بدیم. تشکر. اکبری صاحب یک جان سپاس، بسیار زیاد تشکر از صحبت شما و متاسفانه برای همگی لایف بگویم که چون دی اوضاع فعلا در حالتی که فعلا در افغانستان هست برق رفت آمد داره، با همکاری بخش تکنیک ما سرش کار میکنن، به زودی ان شاء الله پس دوباره تا که روشنی میه. بعضی سوالات یارو ما میخوایم که از کامنت ها شروع بکنیم. اکبری صاحب اگر موافق باشین با هم بخونیم. بعضی کامنت های ریسیو کردیم دیجا از بعضی دوستا که میخوان که جوابش پاسخش دریافت کنن. اوکی میم یکی از محصلین به نام وقاص خان یک سوال داشتن دیگه، گفتن که آیا گذشتن 30 روز از شروع درس ها برای سفارت قابل قبول هست یا دانشگاه لیت ارایوال لیتر میداد یا نه خیر؟ در این رابطه ما خود بر شما اگر بخوایم پاسخ بر شما ارائه کنم، بله بعضی بسیاری از پانتونا است لیت ارایوال بر شما میتن و حتی اینو متوجه باشین تا 15 اکتبر هم اجازه است که شما برین دوجا درس ها شروع بکنین. یک سوال دیگه میگیریم، یک دوست دیگه ما هست به نام آقای شمس. آیا بزنس سکول ها نقش در ویزا دارد؟ سفارت با کمپس فرانس چی فرق دارد؟ یا هر دو اینترویو دارند؟ شمس صاحب اگر ما بر شما جواب بدم، پیشتر همکار ما اکبری صاحب بر شما در این مورد مکمل مفصلا سوال شما را پاسخ داد. فکر کنم که این موضوع شما حل شد. میایم یک موضوع دیگه را بگیریم. سوالات دیگه از عطایی صاحب بسیار زیاد تشکر. یکی از دوستای دیگه ما گفتن لطفاً در مورد تحصیل در کانادا هم یک برنامه معلوماتی بسازید. بسیار زیاد تشکر میکنیم. حتما چرا نه، در موضوعات بعدی ان شاء الله کوشش میکنیم که برای کانادا هم داشته باشیم بسیاری از لایف سیزن های خاطره. بسیاری از دوستا را من سوالشان اسکیپ به خاطر میکنم که سوالشان اکبری صاحب پاسخ داده. اونا میتونن اگر مثلا لایو ما را پس دوباره اثر بگیرن، میتونن که جواب خود دریافت کنن. از اون خاطر به خاطر که وقت اضافه تلف نشه، از اون خاطر من سوالشان اسکیپ میکنم. یک دوست دیگه ما به نام ابراهیم جان تی کی دی یک سوال کردن که استاد وقتی یک نفر میره کسی ضمانت میکنه در افغانستان؟ یعنی منظور سوال شما رو من درست نگرفتم. یعنی از نگاه ازی که شما برین و یک شخص ضمانت کنه شما پس دوباره میین، از این نگاه اگر بگین نخیر نه، اون بانک استیتمنت که شما میتین به این معنی که اسپانسر شما داره، نه کدام ضمانت. میایم سر بعضی موضوعات دیگه. یک دوست دیگه ما به نام سهیل مرخیل سوال کردن که ما از اکبری صاحب خواهش میکنم جوابشان رو بدن. نوشته کردن که سلام، آیا پر شدن دو ویزا فرم باعث ریجکت شدن ویزا میشود یا نه خیر در فرانسه؟
اکبری صاحب شما میتونید برشون پاسخ بدین. تشکر دوست عزیز. ببینید در بحث ویزا پروسس که شما میرین وقت حتما خودتان این مسئله براتون معلوم است که خودتان پروسس کردین، شما نباید این کار انجام بدین به خاطر از اینکه سفارت برش کنفیوژن پیدا میشه کدام فایل از این درست است. خیلی فسیلیتی خیلی خوب آورده براتون. شما میتونید اگر دو دانه را خانه پوری کنین یکش دیلیت کنین، اونجا آپشن دیلیت داره، یا اگر شما اشتباه کنین مکمل ویزا فرمتون جای اشتباه کنین او را دیلیت کنین از دوباره اثر کرییت کنین برشان مشخص میشه. دو تا فایل خود بر سفارت سوال برانگیز میشه کدام فایلتون درست است کدام فایلتون درست نیست. پس به اون خاطر یکش دیلیت کنین، نظر به اون فایل که شما دیلیت میکنین و اون فایلش پرینت میکنین و در ویزا فرم عکستان میچسبه و امضایتان میشه و اونمو ویزا فرم را که با شما به سفارت تسلیم کردین اونمو قابل قبول است براتون. بسیار زیاد تشکر اکبری صاحب. خب بسیاری بعضی سوالات دیگه ما دارم از بسیاری دوستای دیگه که بر ما ایمیل کردن در دفتر بسیار پرسان میشه و همچنان دیگه ما اینا رو میخوایم بر شما خواهش بگیرم. یک سوال است که چگونه اسناد تحصیلی خود را پروسس کنیم. البته ایره هم ما بر شما جوابش مکمل مفصل دربارش صحبت شده. ما فقط میخوانم که نشود که کدام سوال را بدون پاسخ بانیم. پروسس ویزا در پاکستان چگونه است؟ البته ایره خب براتون واضح‌تر اکبری صاحب هم بر شما تمامش توضیحات اینا دادن که شما پذیرش میگیرین و اینا میرین بایومتریک اینا موضوعات دیگه ایره تمامش بر شما سوال شما رو جواب داد. یک موضوع دیگه اینجا سوال هست هزینه‌های تحصیل و زندگی در فرانسه چند است یا چگونه هست؟ فیس پانتون ما بر شما معلومات دادم و زندگی یک شخص که بخواهد در یک محصول که بخواهد در فرانسه زندگی بکنه البته در شهر پاریس نسبتا قیمت‌تر تمام میشه نسبت به شهرهای دیگه که در فرانسه موجود هست، چون پاریس پایتخت است و همچنان اونجا مصارف هم خیلی گزاف است، اینترنشنال استودنتس به اندازه زیاد است. شما میتونید که از نقطه مرکزی پاریس نسبتا دورتر یک ساعت یا نیم ساعت دورتر بر خود یک جای پیدا بکنین بگیرین، او بر شما نسبتا ارزانتر تمام میشه. اگر در اونجا بخواید که مثلا شما اکومودیشن یا مواصله پیدا بکنین که جایی که شما زندگی میکنین حداقل اکثر یک 600 یا تا 800 یورو را ماهانه مصارف اتاقتان که یعنی یک کرایه اتاق پیدا میشه بر شما. و همچنان اگر مثلا در نقطه مرکزی پاریس بیاین گوناگون از مختلف حتی از 1500 یا 800 یورو بالاتر از ماهانه زندگی میتونید کنید اونجا. میایم به یک سوال دیگه، آیا میتونیم در فرانسه کار کنیم یا نه خیر؟ که بسیار سوال خوب هست. بله، در فرانسه در یک هفته 20 ساعت اجازه کار وجود داره که پارت تایم میشه و همچنان برای محصلین کسایی که ماستری اپلای میکنن 40 ساعت هستی. برای کسایی که لیسانس هستن اینا 20 ساعت هستن، چون لیسانس در یک هفته زیادتر در مصروف درس میباشن، ولی کسایی که ماستری درس میخوانن اونا در یک هفته 2 روز یا نهایتش 3 روز درس میخورن، دیگر روزها بیکار هستن. اونا میتونن 40 ساعت اجازه دارن که کار بکنن. یک دوست دیگه ما گفته که ما در ولایت دور زندگی میکنیم، چگونه ما اپلای بکنیم برای این پروسه از طریق شرکت تحصیلی گلوبال؟ جواب دوست ما را بگیم که دوستای ما همکارای ما البته در بخش کانسالتیشن اونا همه روزا از ساعت 9 الی 5 دیگر شماره واتساپ شما دارین، ایمیل آدرس شما دارین، میتونید تمام اسناد تحصیلی خود را در واتساپ و در ایمیل آدرس روان بکنین و جزئیاتی که در مورد تحصیلات شما هست میتونید کما که در ایمیلتان اضافه بکنین. اینا تمام پروفایل شما رو چک کرده و اگر دیدن که شما قابل الیجیبل هستین بله شما را به اپلای میکنن و این پروسس شما را پیش میبرن و شما موضوعات یایتان مکمل تکمیلا میتونن آنلاین پیش ببرین، هیچ کدام مشکلی وجود نداره فعلا. خب میایم به سوال دیگه، البته این سوال هم ما جواب دادیم و خلاصه یک موضوع را ما برای همگی دوستا بگیم. ما در مورد پروسس ویزا، پروسس داخله و همچنان که چگونه زندگی میتونه یک محصل در فرانسه و تمام بسیاری از موضوعات در این برنامه خود با شما داشتیم و شما اگر سوالات دارین باز هم میتونین در کامنت های بگذارین، ما بر شما کوشش میکنیم که اگر حال و وقت نشد بر شما دوباره پس جواب بدیم بر شما ریپلای میکنیم، جواب شما رو میگیم و همچنان اگر همکار ما اکبری صاحب کدام موضوعی با گفتن اگر داشته باشن اونا هم شما در میان میگذارن. در غیر از او شما وبسایت ما هست، واتساپ نمبرای دفتر است، شما میتونید اونجا کانتکت بگیرید نمبرای با گلوبال ادویکیشن کانسالتنسی و تمام موارد همروزه میتونید نمبر با گلوبال پیش برید. یک جان سپاس، تشکر از اینکه برنامه را با ما بودین و همراه ما بودین تا آخر برنامه و مقصد از این برنامه ای است که شما بتونید معلومات کافی را بر خود داشته باشین
تا اگر یک شخص ندانه که پول پرداخت کنه برای کنسلتنسی بتونه خودش امور رو پیش ببره و خدا کنه مفید برشان بوده باشه. و اکبری صاحب اگر کدام موضوع به گفتن داشته باشه برای شما در میان میذارم. بسیار زیاد تشکر یک جان، سپاس، وقت شما خوش. تشکر. بازم به تایید حرفای امضای صاحب، به صورتی که دوستا همکارا هر سوال می داشته باشن دفتر ما همه روزه به استثنای روزهای جمعه باز است، میتونین مراجعه کنین. مشاورین تحصیلی ما به صورت رایگان به شما مشوره میتن، معلومات میتن و در هر مرحله که شما احساس کردین مشکل می داشته باشین قادر نیستین که پروسس کنین، میتونین به هر مرحله شرکت خدمات تحصیلی گلوبال آماده است شما را همکاری میکنه. تشکر. بازم سوال بود، دفتر ما بر روی همه باز است، میتونن بین و سوالاتتان بپرسین. تشکر. بخیر باشید. وقت شما خوش.